اکنون بعد از عجز مردم یزدگلم اساساً به کارهای کشاورزی و زراعتکاری مشغول میشوند. از قدیم در این مناطق مراسم جفت براران برپا میشد که این عنعنه تا هنوز میان باشندگان یزدگلم پابرجاست. در این منطقه تنها یک جفت گاو را پیر محمد گیایوف برای سرجفتی مردم آماده ساخته است. او پیش از آغاز کار دهقانی به شاخهای برزگاوها روغن میمالد و بعداً آرد را همچون رمز فراوانی حاصل میپاشد. سپس جفت را با دعای نیکی پیران خیرات آغاز میبخشند. حاضر تیاری به نوروز، تیاری به کشتکاری بهاری، تیاری به بهار، چیزی که در دل ما دهقانا باشد ما و مثال چی میکنیم؟ ما تشکیل میکنیم. ای همین ماه مرد، ای ماه 15 مرد کشتکاری بهاری ای ما چی میشود؟ سر میشود. چیزی که در خواجگی باشد همون زمین تخم